روزه داریم بندی خدای ما که روزه می‌داریم خرج پروردگار روزه مشکل نیست؟ نه چه مشکله خیلی پیش ابه نمی‌کردی دیگه بیاش بخوری که شوهراتون میگن روزه گیرید یا که خودتون نه میگیرید؟ بچه‌م تایف هر کس خودشتیه آها کودکان هم روزه میگیرن در خونه شما؟ تایف می‌کرد من دختر شما تو سن 14 سالگی هست کلا یا مایدیکا من 10 ساله 15 ساله یه روز می‌دارم شما روزه گرفتید؟ الحمدلله روزه گرفتیم یکی از فرض‌های مسلمانی است شریعت اسلام طلب می‌کند که هر یک مسلمان روزه گرفتن فرض است تو بس از اون که هوا چخیل میشود نمیشود اگر ایمان مستحکم باشد آدم باید روزه بگیرد خب پس چی حال داره روزه؟ حال خوب حال کار میشود که در بعضی دولت‌ها برای روزه شده برای عید رمضان ممکن است به ما هم این شرایط ما موافقت میکند که یک ساعت بر وقتتر از کار آزاد کنند از طرف کارفرماها این اگر عملی شود خوب است ما روزه گرفتم لکن نشد مجبور شدم همین روز خوردم با کدام خاطر نشد؟ برای اینکه من فشار خونم بلند است بسیار میتاسبد بدنم من به آب نمیتوانم دیگر اگر ساعت 3 که من خستم آدم باید که 8 ساعت بعد 8 ساعت باید خوراک خورد بعد 8 ساعت و 18 ساعت طاقت کردن طاقت فرض است اگر سلامتی نقض باشد گرفتن ضرور است فرض است لیکن سلامتی که نباشد سلامتی من درست نیست برای اینکه من فشار خونم بلند است میتاسبد بدنم دیگر یگان طاقت کردن نمیتونم من مجبورم امروز روزه رو شکستم برام شما روزه گرفتید؟ البته روزه دارم در همین گرمی در راه هستید دشوار نیست؟ نه دشوار نیست چی دشوار نیست آها هیچ دشواری نمیکشم از زنهایی که در ناحیه عینی هستند روزه شون میگیرن یا که روزه میخورن؟ نه روزه میگیرن از اینه که اون آدمانی که زنانی که حامله هستند آنها روزه داشتن ممکن نیست نمیتوانن نمیدارن ما روزه داریم در ناحیه عینی یعنی زنها با وجود گرمی روزه میگیرن؟ میگیرن کار صحرا میرن ساعت تا ساعت 8 و میبینن در خونه دم میگیرن تا بیگه تا وقتی شام میدارن روزه میدارن